الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین صدق الله العظیم. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و گرامی و با معنویت سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی، خوشحال هستم در خدمت شما هستم. امیدوار هستم شما هم در لباس خیر و عافیت و لباس تقوا ان شاء الله که قرار داشته باشید. عزیزا، بحثمان روی مطالعه انسان در پرتو بینش اسلامی قرار دارد. انسان چگونه موجود است، چگونه شناخته شود تا تصمیم گرفته بتونه برای متعهد شدنش، برای متقی شدنش، برای که در راه مبارزه خدمت به خلق الله به غرض اعلای کلمت الله و حصول رضایت ذات اقدس الهی گام برداره و مستدام در این مسیر تا ای که یقین و یا مرگ برش برسه. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. بنابراین ما در جلسه گذشته صحبت کردیم که یکی از مواردی که در نظام باطنی انسان قابل شناخت است و باید شناخته شود مسئله روح است که جزء از نظام باطنی انسان رو تشکیل میده و گفتیم که روح 4 تا ویژگی داره: عامل حیات در انسان، عامل خیر و نیکویی که انسان را به سوی خوبی ها میکشانه، به سوی عدالت، انصاف، عفت، تقوا، طهارت و سایر نیکی ها و خوبی ها و طاعت ها و بندگی ها و ارتباط داشتن با الله سبحانه و تعالی. عامل تقرب به ذات اقدس الهی است، وسیله قربت انسان با انجام نیکی ها و خدا جلت عظمته میشه. و 4م عامل شناخت در بود 4م یعنی ماورای طبیعت. اما در جلسه حاضر میخوایم خود به متضاد از این بشناسیم که آنچه که ما را به بدکنشتی، بدفطرتی، عنعنوی، اجتماعی میکشانه اون چی هست؟ چرا انسان ظالم میشه؟ چرا بدخواه میشه؟ چرا بدکنشت میشه؟ بدرفتار میشه؟ ظالم میشه؟ متعرض بر حقوق دیگران میشه؟ بر حیثیت دیگران میشه؟ بر سرزمین دیگران میشه؟ فلسفه ظلم، فلسفه استثمار در چیست؟ در پدیده به نام نفس. 19 آیه قرآنی در مورد روح در قرآن کریم موجود است. 254 آیه قرآنی در مورد نفس وجود داره که انسان بشناسه پدیده به نام نفس. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. انسان را خدای بزرگ میگه از فشرده و سلاله خاک و گل آفریدیم. بنابراین میخوایم که در جلسه حاضر در مورد تعریف نفس بر مبنای این آیه قرآنی و نقش نفس در ظاهر پیکر ما و همچنان نقش و وظیفه نفس در باطن وجود ما بدانیم. نفس نظر به آیه 12 سوره المؤمنون که خدمت شما تلاوت شد، فشرده و سلاله خاک است. یعنی فشرده زمین، جوهر زمین، عصاره خاک و گل و مجموعه عالم خبث، عالم ناپاکی ها. این تعریف نفس است. نفس جوهر زمین، جوس زمین، خلاصه تمام کره زمین نفس انسان است. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. یعنی جوس همه زمین، خلاصه همه زمین، خلاصه عالم خبث نفس انسان است. و این نفس کامل است. نفس کامل است. چرا نفس کامل است؟ برای که به همه
فراورده ها و محصولات زمین علاقمند است، چی خوب باشه چی بد باشه. یعنی آنچه که از زمین به عنوان فراورده ها محصولات زمین میشناسیم، نفس انسانی دلچسپی و علاقمند استفاده آن است. این که خوب است یا خراب است فرق نمیکنه، ولی نفس انسان علاقمند است. چرا؟ فشرده کل کره زمین است. آنچه از زمین بیرون میشه با عنوان محصول زمین میشناسیم، مربوط به زمین میشناسیم. نفس انسان دلچسپی علاقمندی داره و دوست داره اون را. چی برای انسان مفید باشه و چی مضر بوده باشه. به طور نمونه چیزهای مفید و طیب زمین یا فراورده های زمین، حبوبات، میوه‌جات، غلجات و سایر چیزهای خوبی که از مأکولات و مشروبات که طیب هستند، پاک هستند، مفید برای صحت و وجود انسان است. آیا نفس انسان علاقمند نیست؟ بدون شک باید. هر انسان بود دلچسپی داره بر استفاده از او و خدای بزرگ همونطور پتانسیل و ظرفیت را هم بر انسان نصیب کرده که استفاده کرده میتونه. اما در کنار از این، همین انسان که به چیزهای خوب دلچسپی داره در عین زمان به چیزهای مضر و خبیث و ناپاک هم علاقمند است، مثل چرس، مثل تنباکو، مثل الکل، مثل شراب. اینا هم از محصولات زمین است. موجودات دیگر از این استفاده کرده نمیتونه. تنها انسان هست که علاقمند است. تنها انسان است که سیگار میزنه. تنها انسان است که به چرس علاقمند است. تنها انسان است که به همه محصولات زمین، حتی این چیزهای آبادی ها و جواهرات و ذهب و طلا و نقره و چیزها، اینا هم در نهایتا محصول زمین است. انسان چرا علاقمند است؟ به خاطر که نفس کامل نماینده کل کره زمین در وجود انسان تعبیه و نهادینه شده است. از این جهت نفس انسان یک نفس کامل است، به همه فراورده های زمین و محصولات زمین علاقمند است. این تعریف نفس است. نفس رو باید بشناسیم. در ظاهر وجود ما چی نقش داره؟ در واقع نفس دو تا وظیفه داره، یک وظیفه مثبت و زیبا و یک وظیفه نهایت منفی و کدرانی. وظیفه مثبت نفس که ما میگیم نقش نفس در ظاهر بدن ماست چیست؟ مسئول چک و بررسی، مسئول تفتیش از سر تا پای وجود انسان. تمامی ضروریاتی که در وجود ما واقع میشه، از ویتامین ها و پروتئین ها و منرال ها و حجرات و سایر کمبوده هایی که به میان میاد، نفس مکلفیت داره که این را تفتیش بکنه و به ما گزارش بده. یعنی مسئول چک و بررسی نیازمندی های وجود ما است و به ما خبر میده. و جالب این است که هرگاه اون نیازمندی تکمیل شد، تمام شد، بعد به ما گزارش میده دیگر نبیار و ما اون تعبیر میکنیم اشتیاه من نیست، دلم نمیشه، این چیز را نمیخورم، این چیز دلم میشه. پس اون چیزی که نمیخوای، دلت نمیخواد، تکمیل است. اون چیزی که میخورین اونا تکمیل است. جالبی است که نفس انسان بسیار ماهر، بسیار هوشیار، تمامی مواد طبیعت را میشناسه. به طور نمونه شما در یک فروشگاه، در یک دکان، در یک بازار میرین که در یک جا که هم سبزیجات انواع و اقسام به فروش رسانیده میشه و هم میوه‌جات و سالون بسیار بزرگ است، جای بسیار بزرگ است، وسیع، انواع و اقسام میوه ها و سبزیجات است. شما چشمتان به مون سبزی و به مون میوه میرسه که امون نیازمندی وجودتان است. شما همه میوه ها را نمیگیرین، شما همه سبزیجات به مویش فکرتان میره و چشمتان و دلتان میخواد که وجود شما نیاز داره. از این جهت این نفس کامل است و این وظیفه مثبتش است. یعنی عامل اصلی حیات ما روح است، بعد از او نفس شده میتونه.
که بر بقای ما خوردنی ها نوشیدنی ها را که خبر میده؟ نفس گزارش میده. انواع ویتامین ها A, C, E و پروتئین هایی که در وجود کمبود به وجود میاد بر انسان خبر میده که می چیزا بیار. ما چرا احساس تشنگی میکنیم؟ نفس به ما گزارش میده که تشنه هستی. ما چرا احساس گرسنگی میکنیم؟ نفس خبر میده. و جالبش اینست که تشنگی معرفش میگه بس کافی است. 2 لیوان و 2 گیلاس آب و چای را که نوشیدیم 3 گیلاس میگه بس کفایت میکنه. از درون تصمیم گرفته میشه، درون صدا میاد. پس این وظیفه مثبت نفس است که ما را از تمامی نیازمندی های وجود ما به ما خبر میده. و جالبش این که تکمیل شد پس دوباره به ما خبر میده که این رو نبیار، فلان چیزی که نیاز است. از سر تا پا این وظیفه مثبت نفس است. بنابراین نفس را به طور مطلق نمیکوبیم. این جهت مثبتش هم قابل یادآوری است که چون فشرده کل کره زمین است، خلاصه عالم خبث است، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، از او خاطر تمامی مواد طبیعت را میشناسه و انسان به او علاقمند است. این که انسان به ماشین علاقمند است بازم نفس، چون محصول زمین است و جواهرات و به همه چیزهایی که مربوط به زمین میشه، هرچند توسط انسان پروسس شده باشه، از یک حالت به حالت دیگر تغییر کرده باشه اون چیز، اما انسان به او علاقمند است. اما فراموش نباید کرد رخ دیگر این نفس خیلی خطرناک است. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. الله اکبر. جالب است که ذات اقدس الهی در مورد نفس که 3 حالت داره، به تعبیر قرآن کریم نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، این نفس را اگر تنظیم نشه، اگر شناخته نشه، اگر کنترل نشه، اگر صد در مقابلش واقع نشه، انسان لاماره بالسوء با صیغه مبالغه و اسم تفضیل ذات اقدس الهی با شدت میگه یکی آمره هست یکی اماره هست. از نظر قواعد عربی قوتی که در اماره است در آمره نیست. این چی معنا؟ نفس آمره نیست بلکه اماره بالسوء، بسیار امر کننده به سوی بدی هاست، به سوی بدکنشتی هاست، به سوی خباثت هاست، به سوی ناپاکی هاست، به سوی ظلم، به سوی فرعونیت. فرعون چرا گفت انا ربکم الاعلی؟ نفس در ورای قضیه بوده. نمرود چرا گفت انا احیی و امید؟ العیاذ بالله خدا اعلان کرد، به خاطر که نفس بود. سکندر مقدونی طبعا شاه یونان بوده، در یکی از محافل بزل و رقص و پایکوبی خانم و همسرش را خیلی دوست داشته. میگه مورخین میگن که خانمش در حالت سکر و بیهوشی گفت میخوایم شاه جهان باشی. این شاه یونان بود. مورخین میگن که از همون مجلس لشکرکشی کرد. چی میخوایی؟ جهان گشایی، کشور گشایی. پشت قضیه چی است؟ نفس است. یکی از دانشمندان در یکی از کتاب‌های ارزشمند عنوان میگذاره تلاش‌های شرق و غرب ناشی از پیروی نفس. این دنیایی که مظالم است، استعمار است، خودخواهی است، برتریجویی است، تبعیض تعصب است، خودکامگی است، دیگران را حقیر شمردن است، تعدا و تجاوز به حد آخریش، همه‌اش در ورای قضیه نفس قرار داره. عزیزان ان النفس لاماره بالسوء. و این اگر شناخته نشه، از کوچکترین گناه گرفته تا بزرگترین گناه انسان نمیکشند. بزرگترین گناه کفر و شرک است، انکار وجود خدا جل جلاله، شریک قرار دادن با ذات اکبر و اعظم و واحد و لا شریک و صمد قرار دادن است، حتی انکار کردن. فرعون در این پیغام هم کفایت نکرد انا ربکم الاعلی. شیطان و ابلیس آمد بر گوشش ریختان، گفت نه یک کس است از تو بالا هست،
گفت کی است نشانش بده که به حالش برسم دورش کنم. گفت همون کسی است که موسی ادعایش کرده، اون از تو کده بلندتر است، بالاتر است. بعد مردم را جمع کرد، گفت یک پیغام دیگر داد، ما علمت لکم من اله غیری، غیر از خود برای شما اله دیگر نمیبینم. خدا وارد قضیه شد. رودینیلی که در خدمتش بود بر سرش حرکت کرد. در اوج هم با کبر میگه که ایمان آوردیم به پروردگار بنی اسرائیل، نمیگه به پروردگار من، به پروردگار بنی اسرائیل. الله بزرگ گفت الان و قد عصیت قبل، ایمان میاری قبل از این عاصی و نافرمان و مفسد بودی و کنت من المفسدین. نه، خدا ایمان اضطرار و مجبوریت را نمیپذیره، توبه مجبوریت را نمیپذیره. از این جهت عزیزا این نفس خطرناک است، چون در تعریف گفتیم که فشرده کل کره زمین است. وقتی انسان میخواه که به طرف عالم معنویت و تقواها و طهارتها بگریزد، فرار بکند، برسد، عزیزا ممکن نیست با این نفسی که هست. این نفس نمیگذاریدم. شما با هواپیما و طیاره سفر کرده باشین، وقتی در خط رنوی قرار میگیره، آخرین پاور و آخرین انرژی را ماشین‌های هواپیما مصرف میکنه، آخرین درجه فشار را میگیره تا از زمین جدا شود. انسان نفسش فشرده کل کره زمین است. هرگاه شناخت دقیق از نفس نبوده باشد، چلها و نیرنگها و خدعه و فریبی که نفس بر انسان پیش میکنه با همکاری شیطان که بعدا انشاءالله صحبت خواهیم کرد، انسان از عالم مادیت، نفسانیت و شهوانیت بریده نمیتونه، به عالم پاکی ها، تقواها و طهارت ها انتقال کرده نمیتونه. از شعبه شهوت و کدرانیت به شعبه خوبی ها و نیکی ها و تقواها رفتن نمیتونه. ان النفس لاماره بالسوء. پس نفس در کنار از اینکه یک وظیفه خوبی دارد که ما را از نیازمندی ها و ضروریات ما به ما خبر و گزارش میده، این وظیفه منفی نفس است. این زورگویی هایی که در دنیا میبینی، فرد به فرد، کشور به کشور دیگر، قاره به قاره دیگر، میخوام باشم، ظلم، طغیان، تکبر، سرکشی، زنا، سرقت، غصب، چپاول و امثال از اینا همش از خواست های نفس است. ولی یک همکارم دارد که او شیطان است. انشاءالله که در جلسه بعدی بر روی دو محرکی که با انسان در ارتباط است، یعنی انسان دارای دو عامل است، یک عامل خیر عبارت از روح، یک عامل شر عبارت از نفس. دو محرک با انسان در ارتباط است که محرک خیر ملک است یا ملائک که در 74 آیت قرآن کریم ملک و ارتباطش با انسان توضیح شده است، و شیطان است، دشمن بزرگ، دشمن قسم خورده که در 156 آیت قرآن عظیمشان این چهره خبیث منحوس ملعون برای انسانها مورد تفسیر، توضیح و ایضاح قرار داده شده است. تا دیدار بعد که انشاءالله در ادامه همین بحث خدمت شما حاضر میشیم، شما را به خدای واحد و لا شریک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.